دوستا هموطنان عزیز سلام. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، ما امروز میخوایم که درباره گرفتن گواهینامه رانندگی در ایتالیا با شما صحبت کنیم که چه قسم بتونیم گواهینامه رانندگی در ایتالیا بگیریم. خب گواهینامه رانندگی گرفتنش در هر جا که باشه خب شامل دو بخشه. بخش اول بخش تئوریه که باید با قاعده ها و قانون رانندگی آشنایی داشته باشید. بخش دوم عملی هست که باید عملا رانندگی کنی. خب بخش عملیش خب مربوط مربی میشه. خب میری اونجا با مربی در کنار یا بدون مربی از قبل آشنایی داری، میری امتحان میدی. در صورتی که افسر رانندگی شما رو تایید کرد خب شما میتونید گواهینامه بگیرید. اما مهمترین بخش تئوری هست که ما میخوایم که بخش تئوری زیرا شما چه قسم بتونید که پیش ببرید. بخش تئوری یکی از چیزایی بسیار مهمه. در اینجا میزان آشنایی و تسلطی زبان از همون کشوره. مثلا اگر در افغانستان باشی که مشکل زبان نداری، خب میری همون کتابی از رو میخوانی، بعد میری امتحان میدی، خب میفهمی. بعد در اکثر کشورهای انگلیسی زبان هم خب خیلی مشکل نیست، چون اکثر جوانایی که در افغانستان بودن که از اونجا رفتن خارج از کشور در کشورهای انگلیسی زبان اگر وقتی که رفتن اونجا خب خیلی مشکل زبان ندارن. اونجا میشه که امتحان بدی و بخوانی، امتحان بدی، بعد گواهینامه بگیری. اما مشکل اصلی در کسایی که در کشور اروپایی آمده، چون از قبل با اون زبان از اونجا آشنایی نداشته، این مشکل زبان یکی از موانعی که برای گرفتن گواهینامه. خصوصا در ایتالیا یکی از بسیار مشکلات زیاد همین گرفتن گواهینامه رانندگی هست. خب اینجا دو روش میشه که گواهینامه رانندگی رو بگیرید. روش اولیه که شما در موبایل همین اپلیکیشن زیر فعال کنی که هست به نام وب پتنت بی. این اپلیکیشن رو فعال میکنی، بعد از اونجا راهنمود داره. کلا هم بخشی هست که اونجا تو باید بخونی و یک بخشی هست که شو باید کویز بزنی یا سوالا را جواب بگی. این هم شامل دو بخشه که یک کم پیش میره دیگه. ممکنه که یک سال دو سال ایر باید تمرین کنی، همش تمرین کنی تا اینکه بتونی همه از سوالا رو خوب تسلط داشته باشی، بتونی همه اینا رو جواب بگی. بعد از اون بری پیش دکتر بری که دکتر اونجا به شما یک ویزیت میکنه، شما رو یک معاینه میکنه که معاینه صحی میکنه که کدام مشکل صحی نداشته باشی. بعد از اون شامل امتحان میشه. اما روش دومش که هست که میری در مکتب اسکول گویده میری که اونجا اگر بخوای بری اونجا زیر نظر استاد خیلی راحت میتونی گواهینامه بگیری. اگر وقت داشته باشی که مکتب بری و حرف استاد رم اگر بخوای بفهمی خیلی راحت میتونی که زودتر گواهینامه بگیری. در مکتب پتنت در مجموع در ایتالیا که شما وقتی که برید 2 دانه کتاب رو برای شما میده که 2 دانه کتاب برای تمام جا تقریبا یک، اما با جلدش ممکنه خیلی تفاوت، بعضی سوالا خیلی تفاوت کنه، اما در مجموع علمی کتاب هست که شما میده. المانوال فوتوگرافیکو این کتاب هست، کتاب تئوری هست که با مو قاعده ها و قانونی از رانندگی شما آشنایی پیدا میکنید. کتاب دوم هست لیبرو دی کویز. این کتاب هست لیبرو دی کویز که هست همش سوالای که اینجا سوالا رو شما با سوالا رو شما جواب میگید. بعد از اون اینجا هم میتونی که خود ارزیابی کنی که تا چه سطح آمادگی داری. و همچنان در ضمن از این که 2 دانه کتاب هست در مکتب اسکول گویده اونجا میری در مکتب پتنت. اونجا باز آنلاین هم هست، باز اونجا هم اپلیکیشن دارم. اپلیکیشن های نام هست که وب پتنت بی اکثر استفاده میکنن. اونجا میتونی که باید زیر نظر استاد همون فرمار حل کنی یا استاد ارزیابی میکنه که شما تا چه حد آماده ای. و همچنین یک چیز دیگه هم هست که تنها در اسکول گویده هم نیست،
شما میتونی که آنلاین همیشه اگر در کامپیوتر دسترسی داشته باشی، یا حتی میشه با تلفنم که از گوگل بزنی وب پتنت بی، اونجا میتونی آنلاین میزان آمادگیت را اونجا ارزیابی کنی که تو چقدر آماده ای که شامل امتحان شوی. امتحان هم که هست شامل 30 سوال و 20 دقیقه وقت داره که در این 20 دقیقه و 30 سوال، از این 30 سوال 27 سوال رو باید دقیق درست جواب بگی و 3 سوالش حد اکثر اشتباه. 3 سوال که از این 3 سوال اگر بیشتر اشتباه داشته باشی یعنی از امتحان رد میشی و حد اکثر اشتباهی تو باید همین 3 سوال باشه. اگر وقتی که از این مرحله تئوری رد شدی میتونی که شامل مرحله عملی باشی. امیدواریم که موفق باشید.